آدینایف قدم خود را به سر مزار استاد لایق گذاشتند و امیدواریم که با صدای جذاب خود یک ترانه و یک چند ترانه مثلا تا که این محفل ما باز هم گرمتر و سوزانتر شود. اولا همه با سلام و درود، همه مخلص استاد لایق و یک بار دیگر ایدی استاد لایق به همه ما شما مبارک باشه. تشکر. همین استاد لایق یک سرودی زور دارن، یک سرودی زور نه، همه سرودشون زوره. همینش همین روز با توغری میگیرد یا. خب بیمان تا در دلی پاکت دلی من آشیان مانه، بیمان در چشم های تو جوانیم جوان مانه، تو با آن حسنی عالمگیر از عالم چی میخواهی، بیمان در شعری من از در عشق تو نشان مانه، تو را میخواه همه محتاب در این شبهای محتابی، تو را چون میخواهم در این شبهای بخوابی، نمی آیی نمی جویی ولی بعدی هزاران سال مرا چون تو خانی رو دکی از خاک میکابی، نمی آیی نمی جویی ولی بعدی هزاران سال مرا چون تو خانی رو دکی از خاک میکابی. ایدی استاد لایق به همگان مبارک باشه. آفرین آفرین آفرین. زنده باشی. استاد اینجا استاد سخن کنه. این کس بعد مرگشون گامزده. بعدی مرگشون گامزده. دختر کا شعر میخوان تو شما استاد لایق. مرحمت به. مرحمت به خواهرام. وقت معلماشون میبینم معلم آمدگی. وقت معلم تیارن دختر کو. میخونی تو؟ به خواهرام. چه شما؟ دیدار مبارک شما ببینم زمان سیرت شما میکنی اخره در روز زوده زنده از 100 و 100 تیتون چه این شما؟ علی استاد اینجا برای شما ما دیگه استاد منم جوی ما جوی شما من گفتم که از یک برآمد کردگان گفتم گفتم نه من سخت نمیرسم من رنگ شما نازک بدن نیستم یک ترانه اکو ترانه رقصی زور داشته استاد لایق چه بود؟ چه جوره؟ ترانه رقصی یک لحظه نه بغیر از این باید بگینی خودتون باید نه در این زمانه است در این زمانه بسیار خوش رفت. وای همین یک تا رقصی خون دیگه اون برون خیلی چهارمستگی که بود سرود وای همه چیز تمام کاری چیز باید همین در این زمانه بسیار با درد و نه وای این رقصی بود عجیب دیگه و دام برام تمام چیز آواز برده هم صدا شد استاد اکانکتی نه این کسی یک چه هنگ گفتن گشته اجرا نکردم من گفتم که دستگیر کنیم من یک تابوت گفتم خانم گفتم همه موندم خیلی همه آرزو من حال نمرده گد که میشد یا حال زنده چه میکنه شما؟ وای سرود بوده دستگولی ترانه هاشو همه شیرین کرده نوش خندان اگر نمیتونی گریه میکنه یا میتی دو این نواره پراغ نمیده یوتیوب اسکچات میکنی ها این دوای بوده یوتیوب رفت نمیشه داخل بسا این ساخرین در یوتیوب شده است اینجا نه نمیشه دم باید بخواهید نه بابا در این زمانه بعد گیر باشیم شر نکن بچه فکر نگوید اینجا جام کس باشه زنده و گوش میاد کیفیت جواب زمین انا فقط خواب خاطرتون باید برام تو
تو رو میخواد تو رو چون خواب میخواهم اما همه قش نیست دیگه بدونی بینی غلط درست نباشه هیروش هم تو بینی ویس خود برید تو رو چون خواب میخوام این شبهای بیخوابی گشتیم کامتر که بومون دارد اتاری زمان بوری از شهر اصول لایق خان گذارتید ما سال خورده هستیم اینو باید دیگه بگوی دیگه همین ما سال خورده هم گانزر خونه گام میخونه نه یک تا سرودی رقصی بود اوزی کلیاتشون دست شما هست کلیات یه بار داره چی با ده همون سرود ما یوام گانده زد اوی سه ده همون اینترنت تور کنه ریکتوری گوگل و همه دیگه است همتن همه در اونجا واپری سهر بودم بچه سهر سهر بودم تا حاضر من استاد و آمدن استاد کمال نام بودن یک خانه مقام بودن کفتی اکا رفتیم ثبت کنید شدم ثبت شد رفتیم شو پیش من با خدا خودم بیرون کنم برام نه این کسی اینجا نه این کسی او تکتر گور میکنی من kim بدم باتون پرسان بشین شاید شما تست دهشه بره میذاری از بودن ایتون نبودن از بودن ایتون نبودن زود چرا بیستودیم نوبت پیستودیم دوران ببین از بودن ایتون نبودن مرحبا خندان اگر نمیکنی گریان نکن مرا آباد اگر نمیکنی ویران نکن مرا خوشبخت اگر نمیکنی از بخت دم مزن شادان اگر نمیکنی نالان نکن مرا شادان اگر نمیکنی نالان نکن مرا در چار سوی زندگی تا کوی زندگی رهبان اگر نمیشوی سرسان نکن مرا حیران دل نبوده ای یک لحظه خود به خود با لاف و با غذافه ها حیران نکن مرا با لاف و با غذافه ها حیران ای خندان اگر نمیکنی گریان نکن مرا آباد اگر نمیکنی ویران نکن مرا جنت هیست از غمی جانسوزی عاشقی دستی تهی تو این همه دستان نکن مرا دنیا ندیده وعده‌ای دنیا مده به من دنیا ندیده وعده‌ای دنیا مده به من دریا ندیده تشنه‌ای طوفان مکن مرا دریا ندیده تشنه‌ای طوفان مکن مرا ای خندان اگر نمیکنی گریان مکن مرا برای حضرت بگی سر بلند باشید خب مرحبا سلام علیکم استاد عزیز خوش آمدید استاد جان خوب هستید سلامتون است خوش آمدید به استاد سلام کنید سلامتتون استادم شما است شما با مبارک باشید تشکر استاد جان سر بلند باشید دو کرات عمر استاد بینید رحمت استاد جان رحمت خب من اینجا استاد کمال نصرالله عبدالحمید صمد و استاد قیرانشاه آمدن گمان میکنم محفل بازم زیباتر میشود کدامش او پیشنگی شو همین بوده یکی شال بوده انگار نیم کن خب چاکر زدم استاد عبدالحمید صمد پشتوزن و همه یک به یک بود شیری
خوندن فرزانه والله توكلنا على ربهم والله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد في الاولين والاخرين وفي الملائكه الى يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. شلون پاپا جون تو تو میروی همه هم تو میروی هم اینجا جو باشه دیگه از خاطر باشه سالگرد باشه. میخونه شیر. ها؟ چه؟ نمیدونی تو؟ خب ببین بخونی آخی. آرام. این ثابت. لام. برای چی نمی آرام؟ می‌بودم دسته این سحر یا برو دیگه می‌هادم دسته گل این سحر و این مزار تو گل از آرزوهای جوانی و بهار تو نمی‌گنجد یگان در گوشه خواب و خیال من که این آرامگاه توست و ختم روزگار تو قراری را نمی‌دانستی در روی زمین ملائک نیزیاری تو با پرسنده ها آنجا مدارا کن برای من با امید که آیم نیز روز بر کنار تو روح شاد آخرت آفون شد. آمین الله سلامت باشه عمل جان زنده باشه. خب مرحمت بید شیرخانی با جیناشو نیامونه؟ نه سیامکه نیست اینجا این پروسه برای خودمون تلویزیون نباشه این چیز شخصی مونه مرحمت بین استاد کمال بده اون چی گوید شاگردای درباره استاد اون شیرخانی یا دام جایتون گام ازدین استاد جان همون جاتون میشه ما ما سرجدن باشیم گیره کوینه سب نجومان دار تیز بشه شب کنم هم خیلی کنید اروپا من نبیامه گیلت گلی گیلت سحری گلی دانا گلی فیران گلی لایی خیرلی اروپا که سب کن
فداية ما عليك باين هاي تخيبة شي يبا اسمع هذا مثل ما تدري دیگر مشهور شدن موشه شدید گرانگی اگر مشروعیت خاصی شما باشد 98 اولم میشه بین خواهی بیشه بیکن نام عکس تو بگیر او بعض نوی بگیر این توی من کجا بتونیم صدا کنم به خاطری من نخیستد به خاطری چیم که خیستد شیر میکنم زفر میکنه سلام علیکم نه بابا یک سال یک 25 سال نه بابا خب من امین کنم وایق شراری لو موضوع مسير لايك السلام صدر Opa, opa, vídeo. Get work. Digo, Fate po paliseto abuda maulu edito mal cabedudo
like. بچه ها بپش پاپا ما خمش الله نص بکنه یا میکنم بدا ببین کنم دادا Ja, die Bahnhof. منه برنامه کنی ابدا مشهور میشه و نومیسیو میگن که میکشید من کشتون سوی بکنم عمرم باشه خواسته میشه صوت مسئله خوب که میشه بوده زدر بفرسته بشه جان بخش بوده امام نظر ما اینجا جمله نه شما ما سوزنده همین جای کنن نه شما جوجه کنید جوجه کارو اینجا محکوم گذاشت کن شما پس فرض نمیدونم هلا کوکسوی برحمونش طرف برزه و برزه میده نمیسته نمیسته کوکسوی کیکه که پایی بوشه که بگن نه به صوت بات در بیار و تک تکی تک تاک اولا نانی منم دسته مونی عبدالله بزری عبدالله حافظ خالشی 11 نفر دار نگیم باوری آیت بابای توشبوی آی بعد این کار باید دایی فدای گل مزانی وانی ایجادی
چند سلسله شعرها نوشتم. یکی گفتی اساسیه هنوز گفته نتونستم. یه استاد بزرگی استاد هنوز نه همه درک کرده. این فوق‌العاده یک پدیده خداداد برای شعر ما بودن استادایی. من فکر میکنم که حاله همین Сергей Есенина тәржіме кірді. Сергей Есенин десеки лицом к лицу лица не видят. Большое видится расстояние. Когда кипит морская была, корабль в плачевном состоянии. Lekin در روبرو چهره نمیبینید. چهره بزرگه احساس میکنید. چهره بزرگه هرقدر دور رود همونقدر حشمت زیاد میشد. همونقدر احساس میکنید. اصول لایق چهره بودن که بزرگه شونه روز تو روز شخصا من پیوستم احساس میکنم هر بار روی خودم یک خدشاتای نو میکنم از شعرشون. این شعری که اونقدر به دل مردم نزدیک، اونقدر ساده و اونقدر بلند و اونقدر شاعرانه باشد و هنری بلند داشته باشد. انا اصلا لایق میگفتم. من شعرهای زیادی گفته بودم کردم. خدا شما گفتن که روزی روم از دنیای مرا یابید، در خاک شوم پنهان پیدای مرا یابید. در دشت و دمن رفتم، در خاک وطن رفتم، دریای روان بودم مجرای مرا یابید. انا همین پیشکی گفته بودم که ما هنوز نیافتیم همون مجرای و همون پیدای واقعا هنوز نیافتیم که اصولایی گفتن که یابید. خب من در امروز زالروزشون است. ما اومدیم که تبریک کنیم و من در زالروزشون یک غزل گفته بودم چندین سال پیش. همون اومدم که استاد تبریک کنم، همون غزل یک بار دیگر قرائت کنم. مولود گلفشانت استاد مبارک باد، طبعی تو دری مینو بگشاد مبارک باد. از 8 کنار خلد پیغام تو می آید، حاشا به حلول تو 8 میلاد مبارک باد. مولود شکوه عشق، مولود فروغ مهر، مولود فری ملت خوش باد مبارک باد. انگشت بشارت بود هر سطر کلام تو، درهای بصیرت را بگشاد مبارک باد. شعر تو به هم آورد پاکیزه منیشان را، ای اهل دل و معنی میعاد مبارک باد. امروز تو فرخنده است، فردای تو فرافشان، پیروزی شعر ما تا باد مبارک باد. دلنامه ملت را، پیک ابدیت را با خود ببری عمر این زاد مبارک باد. فریاد تو فرها داشت، پیغام ظفرها داشت. فریاد رسد آمد، فریاد مبارک باد. در پرتو شعر تو افروختم خود را، این آتش پاینده در یاد مبارک باد. تا واژه فروزان شد، جان در تن انسان شد، بنیاد تو بنیان شد بنیاد مبارک باد.
میلاد بشارت بود، میلاد محبت بود. میلاد اگر این است تا باد مبارک بود. آفرین. زنده باش استاد عزیز. خیلی تمنیات زیبا دایر به استاد لایق. خب نویسنده خلقی تاجیکستان استاد عزیز ارجمند ما عبدالحمید صمدوف که یکی از همنشینان بهترین استاد لایق هستند، برای ما چند خاطره شاید بگن. خاطره این است که زودروزی استاد بزرگوار لایق برای نه تنها فرزند و پیونداشون و ما شاگرداشون و ما چیاشون، بلکه برای تمام ملت عید است و جاویدانگی زندگی یک شاعر، ایجادیات یک شاعر این است که همیشه در زبان مردم است، در زبان ملت است، همیشه در غم و شادی مردم شریک است. استاد لایق همه خیلی یک عصر باز نیستند در بین ما، جسمان نیستند، لیکن یک عصر باز از همه بیشتر شعر استاد لایق هر روز صدا میتید. هر روز نه تنها در تاجیکستان، در سراسر تاجیکستان، بلکه در قلمرو زبان فارسی در نظر من از همه بیشتر صدا میتید و یک دوستی عزیزی ما که در این روز همیشه در خانه استاد گیر می آمدیم. استاد شامی اون محفل بودند و ما می‌نشستیم و استاد کمال خیلی خوب گفتن که هر قدر دود می رود، هر قدر سالها میگذرد، بزرگی و عظمت شخصیت و آثار استاد لایق باز هم درخشانتر، پرافشانتر، باز هم به دلها پر اثرتر می شود. این نه به هر کس چی میتید، این استاد لایق همه خیلی خدا در شعرش همه این چیزا را گفتن، کمال جان هم در غزلشون گفتن، لیکن این خوشبختی ملت ما است که مثل استاد لایق شاعری را داشت، دارد و این شاعر باعث افتخار او است. درد و ارمان‌های ملی ما را در عصر 20، آرزوهای ملی ما را در عصر 20 یگان شاعر مثل استاد لایق زیبا، برجسته و دل مردم نزدیک نسروده بود و من باز هم سر همون عقیده هستم که شعر ما را در عصر 20 استاد لایق جنبست کرد. البته در ردیف اون استادهای بزرگی که اون کس استاد میگفتن اونا را در ردیف همونا و در این روز دیگه ما از دست ما چی میاد؟ به روح استاد فقط درود میفرستیم و با پیونداشون تبریک میکنیم. هم سلامت باشه استاد، تشکر زیاد. سربلند باشید استاد عزیز. خب مرحمت، شما یگان شعر همون شعر تکرارا خوانید برای همه. شما ده استاد جان، شما ده، سربلند باشید. مالش سلامت باشید. شعر مادرنامه لایق در سر راه است گورت مادری غم کشته من، شعر درد و آه جانم بیت خون آغشته من. بگذرند از پهلوی تو مردمان گاه بالا گاه پایان، گه سواره گه پیاده با تکاپوی زیاده. اون یکی آمین کند سوی مزارت، مادرش گفتی که باشد هم جوارت، دیگر پروای صد محشر ندارد، گویا مادر ندارد. اون یکی گردونه اش گردونورد است، سر به گردون سوده است، دیگر بین زمین و آسمان بوده ای نابوده است. بگذرد از پهلوی تو هر کسی که بیخبر از زخم ناسور دل است،
بیخبر از اون که گورت گوری یک مشت استخوان نیست. گوری تو گوری تپش ها، گوری تو گوری دل است. هرگاه اویم تفاوی خاک تو، چشمهایت از درون گور سویم بینگرند. خوانده پیچان خطی آژنگ جبین، از جهان سود و زیانم بشمرند. چشم پوشیدی اگر از زندگانی، سوی من باز است چشمی انتظارت. سوی من گریان و پزمان باز باشد، چشم چارت از مزارت. مادری غم کشته من گرچه در زیر زمینی، باز هم در زیر گردون ره پای و ره نشینی. خدا جوشون جنت کنه. بهترین قرائت. سلامت باشید. آفرین بر شما. هم اکو ارکین کجا رفتن؟ نگاه کن در اینترنت این خیلی کنه. بر شعور و او را چیز سخنش کردم. او خون کریمی اینترنت رو بانم یکنیم هدام نشسته دستور رو نگاه خان تو نزنه 800 تاش مادره. گو اینجا بیام راه جا زمین. سلام منم چون مثلم چرا نه حتما مرحبا. تمام شعرهای استاد لایق هر روز دفعه راهکشای و راهبر و راهبردی ما هستند. دیروز روز 17 در دهه مزار شریف در آب سرای مردم همدیارشان مخلصاشان جشن استاد پیشی گذاردن، برای که بچه‌ای که از دوشنبه رفتن باید گشته کارشان می آمدن. استاد یک دارن که مرد آن که با کارزار هستی، بی خنجر و بی سپر براید. بی خنجر و بی سپر ولیکن با جوهر صد هنر براید. بهر کم و بیش ملت خود با بیش و کمی جهان ستیزد. هر جا که اونجا که بریخت خون نافش بایست که تشکر. خب اکوی ارکین جون یک ترانه دیگر در بای عشق ده و علیکم السلام. مرحمت مرحمت. گلاتون و مانتون آماده ایستان صف با رفتیم به به معلمتون نمیدیم. آثار دل هست، آثار دل نه اکا. آن نمی فهمید، آن نمی شیر گندش ما نزدیک خوندگی. آن نمی نکو خونده. اگر 100 سال هم جویی مرا دیگر نمی‌یابی. آثار دل هست. قول بتیار نوال میشه خونده. چندین رو تو آهنگ کار خونده. من در کلم نیست اکوزی. میویم دیوزی. باید گندز بخونده بیدن نمی‌بینیم. چی به خیلی گرمی جون خوشی رو داشت نمیتونی؟ ها کریم اکو. سلام اکو جون. نه؟ همه گلوشون بیان گذارم. اینجا بر سر 54 به نام استاد لایق گلدسته میگذارند. مرحمت. آمین. روشون شاد باشد. جهان سپاس.
چی میگه اکم؟ شون برسه چیکار کنیم؟ وای یک گوری تغییر داد استاد بردیم استاد خوب قبول نکرد نه؟ یه کمی کندگی بود اینو من گرفته بردم حتی قرار قبرستون چهره شد قبول نکرد نشد؟ پارت افتام در دنیا خوک ما گفتیم که کسا شهر من زنده بیرون آمدن های بیا عدس شد که تا دادم واه خوک دیده؟ دیدم روز عبدالله بسرعی بگذاریم من اینجا بلند کدوم مطلبی این چند روز آمدیم هفتیم خب دوستای عزیز این اینجا خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 به نام استاد لایق آمدند و گمان میکنم که هر یکی آنها اشعار استاد لایق را از بر نمودند و میخوایم یک به یک یعنی که قرائت کنند. مرحبا. همزمان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 38 نیز شعرهای از برنامه خود را از اشعار استاد لایق میخوانند. مرحبا. قطار ستون شما نام قطار ستون بچه جان تیار رو رفتشین دارم اینجا رفتشین دیلم دریا ها کجایه دیلم رهجوز منزل ها کجایه رسومی دلبری آموختم من شما رو اینجا تاجیکستان زست تاجیکستان صفای جان است دلی دریا جهان بیکران است اگر موج خورد موج دیگر را ولی دریا روان است روان است مرا از کشت دنیا حاصله هست مرا بغوی دنیا منزله هست و دریا میزنم تا بدانم که اندر ساحلش دریا دیده هست آفرین همه مانند ما شیطان نیاید بها و مهلت را نیاید اگر دریا دیده را بود دریا دیگر مردم لبی دریا نیاید. آفرین بهترین تو دیگر به پیش بازم دمی در نمی برایی تو دیگر با لهجه خوب بری من نمی سرایی بیسری عزیزم آمد بیسری غزل نویسم تو دیگر نمی توانی که میانی پیرزنها زی من افتخار سازی به 1001 تمنا بیسری عزیزم آمد بیسری غزل نویسم. آفرین چشمه هاویت چشمه ای شعر و سرود قله هاویت صدری پیغام و درود خاکی پاکت ساحتی بود و نبود تاجیکستان تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من آید از هر سنگ گل بانگ رباب در سر هر کوه خندد آفتاب بشنوم از هر گلت بوی شباب تاجیکستان تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من بشنوم از
دری از جهان آورایی و آدمگری از تمامی قله ها بالاتری تاجیکستان کشوری من مادری جان پروری من جانی من قربانی غمهای تو باد شعری من هم دست و هم پای تو باد روحی من همراهی فرداوی تو باد تاجیکستان کشوری من مادری جان پروری من بیا اینا واسه شما پارتون دیگه ما تلفن شما خودم یکی سون کنیم چوبوری سنگی تو سال مرا یاد کنه گربی خواهد که من خوبترم آدی لودی دای بیدار مرا یاد کنه سلام علیکم مرحمت سجا خوش آمدید سلام خوش آمدید شما هستید خوش آمدید سلام باشه سجا خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید آفرین علیکم السلام استاد جان همه شعر اکم دایتون گرفت آز باید میکنیم من همچه ایستم پیش همکاران ما کدام شعر؟ آز باید بیمان تو در کلیپ پاکم یادید خوندم که نه میگویم اگه بردی خونم میگن سب کرد یک بو ختم شما هنگی شروع تکرار خونگی لیک هزل و شوخی آن روزه نیست می نشینم خسته و زار و مواد از جهان جسته تسلی بخود به شما من آخر تسلی کنم sabir tupoi be savod تو خود ایوان مصر شعر میدونی؟ نمیدونی البته دیگراش شعر خونن تو اختراع کن خیلی خیلی تو پیش رو خیلی تو پیش رو کنی بینیم نشانته ما یاد گریم از تو خیلی همه قصد خواهم باز تو در نگاهی گرم و پرمارتا من ببینم لذت ایام را لذتی گرم و عذابی خیش را اینقدر زحمت وگرنه بهر چیست اینقدر دلفگاری ها چرا زندگی با کیست یاران میروند در شماری به شماران میروند نامدار تا بپاید تر از جهان پس نامداران میروند تا گل خندد بر روی عاشق زین گلستان گلزاران میروند آرزومندان و یاری روزی نیک روزی برف و روزی باران میروند تشنگان اندر تلاشی قطره از کنار چشم ساران میروند عاشقان و شاعران مثل من در رفیقی 100,000 میروند این همه وای بسته تاجیکستان محضری من سرزمینی کم زمین تو سراسر کوه سوری تو سراسر سنگزوری چون که فرزندان تو در طول تاریخ دراز هر کجا رفتند مشتی خاک با خود برده اند چون که فرزندان تو در جستجوی بخت خود در بیابان‌های تفسان دور از تو مرده اند هر کجا رفتند مهجور و غریب از فراقت جستی آنها نالب و اندوه شد جمله در کوهی غریبی خاک گشتند ای دره آرزوهاشان در آنجا سنگ
بست و کوه شد. هر کجا رفتند آنان، یا به مکه یا مدینه، یا به غربت یا تجارت، یا گریده از همه تصویر و کینه. مشتی خاکت را به کیسه یادگاری برده اند، تا اگر روز بمیرند از قضا، در غریبی بی کس و بی آشنا. خاک تو باشد نشانی آخرین، تاجیکستان سرزمین کم زمین. آفرین، سلامت باشید. فهمیدم، تشکر. خب دوستای عزیز، واقعا ما اینجا اوج محفل است و ببینید که چقدر اخلاصمندان اشعار زیبای استاد لایق و همزمان اشعار استاد مومن قناعت آمدن. ولی اگر در بین شعرخوانی ها بازم استادان اندیشه های خود را بیان کنند بازم زیباتر میشد. اینجا شاعر خلقی تاجیکستان به افتخارشان یک کفکوبی میکنیم، استاد اسکر حکیم که یکی از همنشینان و همسالان استاد لایق هستند و شاید برادر و همزمان در یک جا بسیار زندگی کردند. خاطره های زیبا دارند و حتی شعرهای زیبا نیز. سلام استاد گفته، یک شعر زیبا برای استاد لایق گفتن. اینجا اندیشه خود را بیان میکنم و امکان باشه همه شعر نیز پارچه بخوانم. سلامت باشد. تشکر. دوستان عزیز، خویشاوندان، پیوندان، مخلصان و خوانندگان عزیز، استادان، خب امروز واقعا در تاجیکستان و در تمام قلمرو زبان تاجیکی و فارسی و دری بزم شعر است. جشن شعر جاویدان است. جشن شعر حماسی و غنایی است. زیرا دو شاعری که در امروز به دنیا آمده اند، استاد مومن قناعت و استاد لایق شیرعلی، واقعا درخشانترین چهره های شعر حماسی معاصر تاجیک و شعر غنایی معاصر تاجیک می باشند و من می توانم با کمال ممنونیت و ایمان اعتقاد بگویم که نه تنها در تاجیکستان، همچنانی که گفتم در تمام قلمرو زبان تاجیکی و فارسی و دری ما واقعا هم شاهد یک گسترده شدن معروفیت دو شاعر از ملت ما می شویم که در روی دنیا واقعا کمتر نظیر دارد. زیرا استاد قناعت درخشانترین چهره هستند و واقعا هم سیمای آنهایی را آفریدند که برای همین روز در همین جا خب شادانه ایستادن و یاد آوردن زندگی پربرکت آنها خدمت بی نهایت بزرگ کردند. بنابر همین وقتی که ما درباره تغزل و شعر غنایی صحبت میکنیم، اولین سخنی که و اولین نامی که به یاد ما میرسد نام استاد لایق است. بنابر همین ببینید دو جهت مهمترین زندگی انسانیت